بسم الله الرحمن الرحیم. اما سوال دویمی که برادر عزیز شما ارسال کردید که شرح این حدیث رو به ما بیان بکنید. حدیث عن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار. رواية امام بخاري برقم 2858. یعنی حدیث از عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت شده است که میگویند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را شنیدم که میگفتند شؤم، بدی، بدبختی در سه چیز است: در اسب، در زن و در خانه. این معنای حدیث چیست؟ معنای حدیث همین است که در همین سه چیز به شما بدی آمدنش یا بدبختی آمدنش ممکن است، غیر از این در دیگر چیزها آمدنش ناممکن. یعنی همین سه چیزهای بد بر آمدنش و شما را اذیت دادنش، به شما مشکلی و سختی آورده، شما به مشقت گرفتار کرده، بدبخت کردنش ممکن است. سه چیز: یکمیش فرس آمده است. فرس، اسب، لیکن این دلالت میکند به همه مرکب. در روایت دیگر مرکب آمده است، یعنی به همین معنای مرکب که بگیم چیزی که شما سوار میشید. امروزه ماشینی که من شما استفاده میبریم، دبه سوار میشیم، به جای اسب استفاده میبریم. بدبختی این است که وقتی که میگیرید از همین اولین روزی گرفتنتون اگر مشکلی سر شود، معنای شومی که در حدیث اومده است همین است: ماشین خریدید که پرابلم سر شد، یک جاش کسل شد، یک جاش ویران شد، یک جا برفتید زدید پرابلم سر شد، خانواده‌تون مشقت زیاد شد، این شد و شد. در این حالت فهمید که این ماشین برای شما بدبختی میآورد، برای شما بدی دارد، به شما راست نمیاد. در این حالت چیکار کنید؟ اینو باید فروشید، عوض کنید، ترک کنید. انا این معنی داره. شؤم این معنی است. و دومیش زن، فی المرأه، در زن شؤم، بدبختی شدنش در این حالت است که زندگی شما آرام بود، خوب بود، هیچ مشکلی نداشتید. وقتی که یک دختر نکاح کردید، گرفتید، زن کردید، از همون روزی که زن نکاح کردید بلا مصیبت به خانواده شما زیاد شد. دختر آوردید، یک کس شد، خونتون یک نفری از خانوادهتون غلطید و فوتید، یک جا کوچید، انا میخه روز بر روز اومدن میگیرد بلاها. از همون روزی که همون دختر نکاح کردید و گرفتید، همون زن بلا مصیبت و بدبختی روز بر روز اومدن میگیرد. در این حالت ببینید که این زن به شما راست نمیاد، این شؤم دارد، این بدبختی دارد. این شما جواب میتید، به دیگر کس شوهر میکند و شما دیگر زن میگیرید. و سومین چیز دار، خانه. یک خانه خریدید یا بنا کردید، به درون خانه در اومدید که کسلی، بلا، مشکلی، بدبختی. در این حالت همون خانه هم عوض میکنید، این خانه دیگر میکنید، به دیگر خانه میرید. این حدیث همین معنی را دارد. بارک الله فیکم.